من خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکنم. یه روز بعد از یه کار خسته کننده راه افتادم سمت خونه که آماده بشم و برای مهمونی بریم خونه خالم. پدر بزرگ من منتظر مونده بود که با هم بریم. من رسیدم خونه و پدر بزرگم رو دیدم و گفتم من کل هیکلم روغن خالیه، به خاطر اینکه من یه مکانیک هستم. باید برم حموم و بعد بیام که با هم بریم. رفتم حموم و تا روغن رو بشورم و به قول معروف پاکیزه و تمیز بشم نیم ساعت تا 40 دقیقه طول کشید. از حمام اومدم بیرون و دیدم پدر بزرگم هنوز نشسته و آماده هم نشده. گفتم تا من لباس میپوشم و موهامو خشک میکنم آماده شید که بریم. رفتم لباسامو پوشیدم و اومدم که همراه پدر بزرگم راه بیفتیم. پدر بزرگم داخل خونه نبود. من همه خونه رو دیدم و گشتم و صداش کردم. نگاه کردم دیدم گوشیش نیست. گفتم شاید طاقت نیاورده، دیده طول کشیده رفته خودش. زنگ زدم بهش و گفتم که چرا صبر نکردی با هم بریم. چیزی که گفت یه ترس عجیبی تو دلم انداخت. گفت تو که رفتی حموم 5 دقیقه بعدش من حرکت کردم سمت خونه خالت. از اونجایی که من حمامم طول کشیده بود و بعد ورود من به حموم پدر بزرگم رفته بود، پس اونی که من دیدمش و گفتم آماده بشه بریم کی بود؟ یه ترس بدی افتاد به جونم، ولی خودم رو جمع و جور کردم و زدم پای خستگی کار و توهم زدن. چراغ‌های خونه رو خاموش کردم و فقط آشپزخونه رو روشن گذاشتم که خونه تاریک نباشه. رفتم در ورودی رو باز کردم که برم. چشمم افتاد به داخل خونه. آشپزخونه روبروی در ورودی. پدر بزرگم با چشای گرد و لبخند غیر معمولی و غیر عادی داشت نگاه میکرد. متوجه نشدم که چطوری در رو قفل کردم و از در خونه رفتم بیرون. فقط یادم با کلی ترس توی خیابون میدویدم و جرأت نمیکردم پشت سرم نگاه بندازم.